سلام. امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه علی امینی هستم و با گزارش بازار ارز و طلا و سکه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز قیمت دلار با 85 صدام درصد کاهش بر روی 92600 تومان ایستاد. قیمت تتر با 43 صدام درصد کاهش 92850 تومان در حال معامله شده است. گزارش تقریبا ساعت 6:30 آماده شده. قیمت اونس امروز تقریبا میشه گفت ثابت، حالا بالا پایین خیلی خاصی نداشته. 3378 دلار در حال معامله هستش. قیمت نقره هم مثل دیروز حوالی 38 دلار در حال معامله است. خب قیمت طلای داخلی متأثر از حالا قیمت دلار امروز کاهشی بود و با 1.3% کاهش به کانال 7500 برگشت و با عدد 7,541,000 تومان در حال معامله است. قیمت سکه هم 93 صدام درصد کاهش داشت و بر روی 84 میلیون در حال معامله هستش. خب امروز صندوق های طلا متأثر از بازار فیزیکی طلا و حالا جو حاکم منفی بودن، هم از ابتدا منفی کار خودشون رو شروع کردن و در پایان هم منفی کار خودشون رو به پایان دادن. دامنه منفیشون همه صندوق ها بین 0 تا -1 بود و امروز 149 میلیارد از صندوق های طلا خارج شد و خب این دومین روزی ازش که شاهد خروج پول از صندوق های طلا هستیم. خب ارزش معاملات صندوق های طلا امروز خیلی کم رمق بود و تقریبا نصف شده بود نسبت به روزهای گذشته. خب ما یک شایعی رو پارسال داشتیم به نام 13 صفر که خب شایع شده بود که اگر شما طلاجات، مسنوجات، چیزهایی بخرید از این قبیل خوش یمنه و حالا سود و برکت براتون داره و این عده بر اساس اعتقاداتشون خب شروع به سرمایه گذاری در طلا کرده بودن. حالا ما اومدیم بررسی کردیم در 13 صفر پارسال تا امسال چه اقسام دارایی چه سودی رو داشتن. خب از 13 صفر پارسال تا امسال اونس جهانی طلا 34% سود داده، دلار 59%، طلای 18 عیار 116%، تقریبا 117%، سکه تمام 107%، میانگین صندوق های طلایی 110% سود دادن و صندوق تابش بیشترین سود رو داده که از طلای 18 عیار هم یه مقدار بیشتره با 117% بازدهی دارایی ها در یک سال گذشته بود. خب ما تقریبا میشه گفتش که 3 ماه متوالی رو با مثبت بودن صندوق های طلایی حالا داشتیم سپری کردیم. ماه اردیبهشت، ماه خرداد و ماه تیر. حالا ما بررسی کردیم در این 3 ماه کدام صندوق ها بیشترین بازده رو داشتن. در اردیبهشت ما صندوق زر با 10% بازدهی که عمدتاً به خاطر حباب منفی زیادترش بود برنده بازدهی در اردیبهشت ما بود و مقام دوم هم صندوق طلا کسب کرده که با 8.43% بازدهی. در خرداد ما صندوق ظرفام با 1.77% بیشترین بازدهی رو داشته و صندوق لیان با 1.34% بیشترین بازدهی رو بعد از صندوق ظرفام کسب کرده در ماه خرداد. در ماه تیر صندوق تابش با 12.22% بیشترین بازدهی رو در این ماه داشته و صندوق گنج بعد از صندوق تابش با 12% بیشترین بازدهی رو از آن خودشون کردن. خب ما دیروز خبری داشتیم مبنی بر این که حالا هم منابع داخلی بهش دامن زده بودن هم منابع خارجی که خب مذاکرات ایران و آمریکا قرار به جریان بیفته و ظاهرا یک کشور ثالث جدید به جز عمان قرار میانجیگری این دور جدید مذاکرات رو بر عهده بگیره. خب سایت تابناک اشاره کرده بود به آقای نورمن که خب یک خبرنگار وال استریت جورناله و از ایشون نقل قول کرده بود که ایشون دیشب اومد منکر شد و کلا رد کرد حالا این خبر رو از قول خودش و صبح هم از وزارت امور خارجه ما حالا یک بیانیه داشتیم که کلا نه رد کرده بودن نه تکذیب کرده بودن مذاکره با آمریکا رو. ولی عصر به بعد که شد یه سری اخبار اومد، حالا یک تماسی هم وزیر خارجه مصر داشت هم با آقای عراقچی و هم با مدیر کل آژانس و حمایت مصر رو از حالا مذاکرات بر سر حالا مسائل اتمی ایران حمایتش مصر رو اعلام کرده بود و حالا یک خبرنگار مصری هم حالا اذعان داشته بود که اون میانجیگر ثالث جدید کشور مصر هستش.
و خب همین اخبار باعث شد که دلار در ادامه جو کاهشی دیروز امروز هم کاهش داشته باشه و از کانال 95,000 تومان که دیروز تقریبا تاچش کرد به کانال 92,000 تومان برگرده. حالا باید در ادامه ببینیم که آیا این مذاکرات مؤثر هست یا نه. یه مقدار هیجانی نباید تصمیم گرفت. ولی خب امروز خبر حالا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت رسمی ابلاغ شد و در دستور کار حالا سازمان‌های اجرایی قرار گرفت. یک کلیاتی ما آماده کردیم که حالا یک سری آشناییات با این قانون جدید داشته باشیم. خب این قانون برای اینه که ما جلوی سفته بازی و حالا فرایند نوسانگیری رو در بازارهای دارایی کم بکنه، حالا دولت و کلاً از التهابات بازار کاهش بده. مکانیزمش هم اینه که یه سری دارایی و کلاسای دارایی رو رصد میکنن. اگر شما زیر موعد مقرر فروش در آنها انجام بدین مشمول مالیات میشین که حالا هر چقدر زمان کمتر باشه اون درصد مالیات بیشتره که حالا به صورت دیتیل من الان خدمتتون عرض میکنم. کلا خودرو، رمز ارزها، املاک و مستقلات، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین و ارزها مشمول این قانون هستن که حالا اموالی که از طریق ارث و هبه به اشخاص میرسه معاف از حالا قانون مالیات بر عایدی هستن. شما اگر زیر 1 سال این کالاها رو خریداری کنین و اقدام به فروش کنین بین 20 تا 40 درصدش رو باید مالیات بدین به دولت. اگر این تایم بین 1 سال تا 2 سال باشه از 10 تا 15 درصد هستش و اگر بیش از 2 سال هم باشه یا معاف از مالیاتن یا نرخ مالیات خیلی ناچیز و کم هستش. که البته یک نکته داره، در این قانون کلن بورس و صندوق‌های بورسی استثناء شدن. یعنی افراد و اشخاصی که طلای فیزیکی دارن و حالا احساس میکنن زیر 1 سال میخوان خرید و فروش کنن و این قانون براشون مانع ایجاد میکنه و باید بخشی از سودشون رو بدن، میتونن اینو رو تبدیل به صندوق‌های طلایی و حالا دارایی‌های بورسی بکنن که از قانون معافیت مالیاتی بهره مند بشن و این میتونه تا حدودی اگر رصد درست باشه و قانون اجرایش به صورت دقیق انجام بشه باعث تقویت بازار سرمایه تا حدودی خصوصا در صندوق‌های طلایی خواهد شد. گزارش امروز به پایان رسید. انشاءالله ما در آخر هفته روز جمعه گزارش کلیه بازارها رو به عنوان گزارش هفتگی داریم. از شما دعوت میکنم اون پادکست رو هم بشنوید و تا هفته بعد که گزارش‌های روزانه رو ما خدمت شما تقدیم بکنیم. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.